امروز پسر تاجیک پدرش حرمت نمی کند، دختر تاجیک مادرش حرمت نمی کند، پدرش پخن میگه، مادرش مخن میگه، پدر مادر جان. رئیس به خاطر کارش پدرش پدر جان میگه، مادری رئیس مادر جان میگه. مر به ناموس منبری مادر اخت مادر جان بگی، پدر اخت منبری پدر جان بگی. مر به ناموس تو چرا از قرآن دور موندی؟ تو از احادیث نبوی دور موندی. قسم به نام الله اگر تو مادر تا دوست بداری هر پگه پای مادر تا بوسه بکن تو پادشاه میشوی، تو آبرومند میشوی. آیا نمیدانیم که بزرگای کم بغل به دعای مادر چی شدن؟ اسحاق در کتاب نوشته است، میگه استاد ما در خواب دیدم، استاد ما در خواب دیدم ریش مبارکش پر از دور یاقوت بود. پگه درس آمدم استاد ما پرسیدم که استاد امشب ما در خواب دیدم ریش مبارکت پر از دور یاقوت بود. استادش گریان شد گفت که بله دیدم مادرم پایلیش در روی زمین گشته بود. من از در آمدم مادر مرقه کردم در بالای کورپاچه شیناندم بر ایشان پای مادرم تازه کردم. انا این بود که ریشی من تو در خواب دیدی که دور و یاقوت بود. امروز ما با مادر چی میکنیم؟ طرفی مادر داد میزنیم، طرفی زنامان زنک جان و عروچان مادر داد میزنیم. مادر که تو را به دنیا آورد، سببی به دنیا آمدن تو مادر شد، پدر پیر شد. امروز مادر قدر ندارد. مادری که در خبر آمد است که به سوی سه کس نظر کردن عبادت است.